سیاست چیه؟ تو فرودگاه روسیه مأمور گمرک داشت وسایل مردی رو میگشت. یه دفعه چشش میخوره به مجسمه هیتلر. از مرد که کمونیست هم بود میپرسه که این چیه؟ مرد میگه که ببخشید جناب سوالتون اشتباهه، باید بگین این کیه؟ این همون کسیه که منو به خاطرش از آلمان اخراج کردم و منم مجسمه‌شو دارم تا هر روز بهش توف و لعنت بفرستم. مأمور گمرک هم میگه بله حق با شماست، بفرمایید. بعد چند روز مرد توی خونهش فامیلشو جمع کرده بود. پسر برادرش بهش میگه که عمو این مجسمه کیه؟ و مرد میگه که پسرم سوالت اشتباهه، باید بگی این چیه؟ این 10 کیلو طلای 24 عیاره که من بدون اینکه مالیات و گمرک بدم از آلمان آوردمش اینجا. بله، سیاست یعنی یه حرف رو به زبونهای مختلف برای مردم بیان کنی تا به خواستت برسی. آره.